لیزر موهای زائد یکی از خدماتیه که در کلینیک پوست بیمارستان محب کثر انجام میشه، اما فرق بین خدمت بیمارستان محب کثر و خدمت باقی براکس چیست؟ دستگاه سایناش و آپوجی دستگاهیه که با داشتن سیستم خنک کننده قوی باعث میشه که بیمار در حین درمان التهاب و درد رو احساس نکنه. طول موجی که این دستگاه داره میتونه الکس و ایندیاگو در بر بگیره و برای تمامی تایپ‌های پوستی مناسبه. یکی از ویژگی‌های خوب این دستگاه داشتن طول موج بالا و تعداد جلسات کمتره. دستگاه‌های دیگه حتما باید بین 10 تا 12 جلسه لیزر انجام بشه تا بین 70% جواب بگیرین، ولی با دستگاه سایناش و آپوجی شما میتونین بین 6 تا 8 جلسه 70 تا 80% جواب بگیرین و برای تمامی تایپ‌های پوستی برای خانم‌ها و آقایون مناسبه.